اینها مراتع سرسبز آمریکاست و کشاورزای هم در همین کاخهای خودشون که در اینجا هسته زندگی میکنن. این سرزمین سرسبز، الان یکی از این کاخها این نزدیکه، ببین این کاخ یک کشاورزه که شاید بیش از 1000 خورده متر 2000 متر مساحتش باشه. همشون همین خونه ها رو دارن، خانه های بزرگ وسیع. اونایی که ما بهشون میگیم چوپان و دام دارن، اونا همه تو کاخ زندگی میکنن و اونم علوفه های خوش شدهشه که گذاشته برای زمستان گذرانی داماشون. سر تا سر آمریکا غیر از 2 ایالت سرسبزه. خدا هرچی برکت خواسته بینا داده. شاید دیروز و پریروز به اندازه 1 سال کشور ایران فقط در این اوکلاهاما باران آمد.